بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز می خواهیم با یکی از برترین شخصیت های اسلام آشنا شویم. مردی که پس از پیامبر صلی الله علیه و سلم نخستین مسلمان مرد و نخستین خلیفه و نزدیکترین یار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. او کسی نیست جز حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نخستین کسی بود که از مردان به پیامبر ایمان آورد. پیامبر دربارش فرمود: هر کسی را که به اسلام دعوت کردم اندکی درنگ کرد، جز ابوبکر بیدرنگ پذیرفت. و او همراه پیامبر در هجرت بود در غار ثور. و خداوند در قرآن از این لحظه یاد می کند: اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سوره توبه آیت 40 چنین فرمودند. و ایشان یار غار، یار سفر، یار لحظه های سخت پیامبر و این افتخار تنها برای ابوبکر بود. حضرت ابوبکر صدیق بسیار متواضع، ساده زیست و بخشنده بود. همه اموالش را در راه اسلام بخشید و در غزوه تبوک وقت پیامبر کمک خواست، عمر رضی الله عنه گفت: امروز از ابوبکر سبقت میگیرم. اما دید که ابوبکر همه داراییش را آورد. پیامبر فرمود: او صداقت را در عمل معنا کرد. به همین سبب لقب او صدیق گرفت. پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم به او بیعت کردند و او گفت: من بر شما حاکم شدم در حالی که بهترینتان نیستم. اگر درست رفتار کردم یارم باشید و اگر خطا کردم مرا اصلاح کنید. در زمان کوتاه خلافتشان حدود 2 سال با اهل ارتداد جنگید. سپاه اسامه را فرستاد و جمع‌آوری قرآن را آغاز کرد. پس بدان ای خواهرم، ابوبکر صدیق نماد صداقت، وفاداری، تواضع و ایمان واقعی است. او با دل، جان و مالش به دین خدمت کرد. ما باید از او بیاموزیم که بیدرنگ پاسخ دعوت دین را بدهیم، صداقت را سر لوحه زندگی کنیم، در لحظه سخت ایمان خود را ثابت نگه داریم. السلام علیکم و رحمت الله.